از اولین های گیلان زیاد شنیدید، اما مطمئنم که این یکی رو هرگز نشنیده بودید. میدونستید نام یک پزشک زن گیلانی بر روی یکی از دهانه‌های برخوردی سیاره ناهید توسط ناسا گذاشته شده؟ دهانه برخوردی از برخورد شهاب‌سنگ با یک جسم خارجی بر روی سیارات ایجاد میشه. ایشون بانو آذراندامی، پزشک و باکتری شناس و همینطور سازنده نوعی از واکسن وبا هستند که در تاریخ 16 آذر 1305 در محله ساغری سازان رشت متولد شد. در طی سالهای 1342 تا 1345 خورشیدی بیماری شبه وبای الیتور در ایران و خیلی از کشورها شیوع پیدا کرد. بانو آذراندامی موفق شد واکسن این بیماری رو بسازه و حتی به کشورهای همسایه ارسال کنه و با این کار جان هزاران نفر رو نجات بده. در 28 مرداد سال 1363 به علت آمبولی ریه این دنیا رو ترک کرد، اما نامش برای همیشه در تاریخ ایران و همینطور بر سیاره ناهید جاویدان شد.